خاک بمی زنده خاک به سرمشه. این روزگاری دارم دست دختر و مادر باز ندارم. سلام. و علیکم بابا. بابا اشتنی براد اشتنی نگه. خاک بم سرمشه. کاش که مبیزی دنیا نمی آمد. نه چری؟ این روزی برار موزن برار ما از خونه دیق بیریشه بره. همه تو بگو. چه کار نه دیدم زن کاکام گریه کرده و بالاخره حساب خراب و از خونه بدر شدم. چی گپ بود؟ هیچی به چی خوبه گردم. آقا شما دختر خرمای امیت دو دستگی بندازه به تتنون هم نگدیشتم. اونام به قرار شدم و خستم برفتم. آخه همین خوهر تو تحصیل کرده به شهر زندگی کرده به همین جی کلون شده. این اشته بودم به چه دی به تدی بودم. آخه همین دختر میتونه نون پخته کنه، همین میتونه به سر اجاق دیگ بار کنه. آخه هم تو کلاق قضی کن، هم تو خود تو یک کمی فکر کن. ای خدا مادر چرا دیگه پر میزنین؟ مگه مردم دی مردم نیستن، انسان نیستن؟ ها؟ آفرین برنمه انسان نیستن. چرا؟ شما به خودم بچه کاکام بچه بدیه. نه بچه خوبیه. بچه زحمت کشی 24 سال کشت و زراعته. انی از این بچه شما که جناب باشه چی آیدیه؟ ها؟ انی درس بخوندم پانتونه برفتم مثل خوار خود همه کار بکردم. چه کار کنم؟ این برج 10,000 15,000 کنم یک دفتر کار میکنم. و میرزایی میکنه این وضع که 100 تا وزیر دست ازی باشه. شما ما فکر بکردین شما به خدا. خب به چی خوب بگردم؟ من میگم اونا برم به چی خور به جای دومات کنم که هم مثل خودی نباشه ازم دی بگیرم. آخه اونا میتونم مادرم به چه خور زن بدم. بله لجورم خب گرگ نخورده بخورده. نه آخه ما واسطه از خود دونستن یکم به نومی بود از خورتکی. چه کار میشه؟ بچه زحمت کشی هسته. همین زندگی که امروز دردیه به خدا قسم 100 لا از زندگی که ما در شهر فعلا زندگی میکنیم بهتره. هر چیکار کنیم یک وایدی نه تاثیر داره نه بالا پشت بوم داره. دوستاشون بیا داخل شو پس برو. چی؟ دل شما سر نموده؟ به خدا دمه که از خونه بیریشونم خیال میکنم اما بس بیریشونم همین با تک کوچه و بازا همین نفس سگ میزنم. خب شما نگاه کنید کشت و زراعت ما اینجوری باشه. همین خوارمه همین فعلا نمیتونه بره به مؤسسه کار کنه. میگذارین که بره به مؤسسه کار کنه. خب نمیگذاریم ما افغان ها نمیگذاریم. خب نمیگذاریم پس بهتره به مو خونه بره زندگی کنه. چه کار میشه اگه این پخته کردن یاد بگیره؟ چه کار میشه غذا پخته کردن یاد بگیره؟ باز غذایی که به سر گازای کاله بابا شما ببینید سر گازای کاله پخته میشه تا به سر دگدون پخته میشه زمین تا آسمان فرق میکنه. مزه و لذتی و کیف میکنی. باز با شما چی دارین؟ هر چی که امروز ما در شهر استفاده میکنیم برکت سر هم مردمان دیه به خدا. بله نکنیم این کارا خوب نیه. کجای خوارمه هنمت صدا میکنم خوار خود صحبت میکنم من رزی میکنم. خیلی خوبه. زن خودیومه چی کار دارم؟ تو فقط خوشبختی خوارتور مایو. مادر چی مایه؟ میگم مادر بودم من به جلوی بابا چیزی گفته نتونستم. خب همین یک کاری بکنین که همین دو برار از هم جدا نشن به خدا. شما سعی کنین اینا دو برار هم یکی به شهر و یکی به دی. شما کاری میکنین که همین ابرو مرم همونجا ببرین پیشم با چیکار کامه. به خدا هر دفعه از اینجا میرم به دینا. بودی 10 15 تا رفیق برفتم. شوا همونجا تیر کردم به تمو باغم. همین تفلک از اون سر تا پا به خدمت میستاده بود. غیر بچه کاکو دیگه چیزی هم نمیگفت. خب چی خوب بگردم من که میفهمم که کم به ما عزت نکردم کم به ما خوبی نکردم. خود من میفهمم میگه پار. من فقط همینقدر میگم که دختر اگه من ببرم به دی خار نشه. یک ذره زحمت کشید تحصیل کرد درس خوند شو تا صبح شیشته بود درس میخوند. من میگم اونا برم یک دختر بگیرم هم رنگ خود اینا ازم دی باشه. باز هم میگه پار میذارید. اولا خود شما 3-4 دختر بری از اونها ندادین که به سر از اونها فشار آورده باشن که پنجمی باشه. دوما من به شما او روز هم به شما گفتم که بله بچه از اونها هم گرگ نخورده. زن بری از اونها پیدا میشه. اونا به خاطر چی؟ به خاطر که ما و شما همین از خودیم. بفهمیدین؟ همین پیوند ما میخواین که همین پشت در پشت بمونه. وگرنه کی بیکار موندگی به پیش شما سری کنه که شما بچه دختر خودم به بچه‌و. چرا دیگه پر میزنید؟ خدا چی بگم دیگه؟ میگم من فقط خوشبختی هم تو هم خوارتور ما. آخه من میخوایم من نمیخوایم. من میخوایم که خوارم بره بدبخت بشه. آخه همون زندگی که اونا دارن باز کی خوارم اونجا بدبخت میشه. فوقش از شهر میره بده. باز من خود کاکا صحبت میکنم یه خوبی از درس خونده غیر از معلمی دیگه جو ما نمیگذاریم اجازه نمیدین که بره.
همونجا به اون مکتب دی از اونا میگم که کاکا برم خودم و ارباب و بالاخره اون مردم منطقه صحبت کنم برم اونجا خلاص بچه خورده درس بده حداقل صنف یک و دور درس بده تا هم صنف 6 تا میتونه درس بده. یعنی ای که خوب فکری کردی. چی بگم دیگه میگم من فقط خوشبختی شما ما. خب تو یک کاری کن. چه کار کنم؟ تو پس خواهر خود صدا کن. من میرم بیرون خب تو صدا کن خودی و گپ بزنه بلکه رازی چون اون رازی نیه. امروز اولم بگفت که من رازی نیم من نمایم. رازی میشه او واسه شما گفتین که این فرجه یافته وگرنه اوضاع جرئت نمیکنه گپ بزنه. خوبه پس تو گپ برین صدا کنین که بیای. خوب باشه. سارا بله کو رو مادر این براتو چی مایست کار داره. خوبه برو تا سلام. و علیکم خوار خوبی؟ شکر شما خوبی؟ سلامت باشی. خیر باشی. سگو خوار ما خوشبختی تو میخواییم بفهمیدی؟ بدبختی تو نمیخواییم. ما تو رمالی به بیگانه عروس کنیم خدا به رشته مردمی باشن. همین بچه کاکا ما و تو خیلی بچه انسان و شریفی هم هسته. هیچ کدوم شما به دل نمیاد. او از هر لحاظ فکر کنه به سویه منی به من نمیخوره میفهمی؟ چرا یک گپار میزنی تو؟ خلاص میگم دیگه تو خوبه برو پیار مادر به دل خودتو زنده. ها چیکار میشه؟ من رضایت مثل تو نیم. رضایت با رضایت مادر پیاره. هر چی که اونا بگن. اقزل زحمت کشیدم بابا آخر بده. تیگه او پاک کنم. کی گفته تو برو تیگه او پاک کن؟ اشتکار کنم اونجا. برو ما خودی کاکا صحبت میکنم. من برو ما خودی کاکا صحبت میکنم که تو اونجا به مکتب دی برام اونجا استاد باید به طور استاد همون شامل کنه که با 4 درس بدی. اصلا ما صحبت میکنم که اصلا به سر تو اصلا تو به تب پیش گواری نکنن. کاکاتون قبول کرده؟ و اگه قبول نکرد باز اومد بیا به خود من صحبت کن. باز میبینی. و حرف بعد ما بکنه. خب اون چیزی که ما به تو میگم همون کارو بکن. خیر میبینی. چی بگم دیگه؟ در نظر کدام چه به سر فشار بیاد. تو از یک در پیار تو از یک طرف مادر از یک طرف دیگه. من یکی گذاشتیم به میوسط. گپا پیار نزن ما یکی گذاشتی. میچی نگذاشتی. برام چیزی که ما میگیم و پیار مادر میگم اون کارو بکنه. اگه فردا رو زندگی من خراب شه بود کی جواب میده؟ من جواب میدم. مهر تو دل جمع باش. اصلا هم خراب نمیشه. شما بچه که زبانت میکنیم 100%. خب چیه؟ چیکار شد؟ چرا گپ زدی خودی خواهر خوب؟ مادر دل جمع باشه. امروز تقریبا 60% ریزی ساختم. ولی خب 30% 40% دیگه که میمونه رو من 100% ریزی میسازم. شما چرت از اون نزنید. یک لطفی بکنین که اگر شما زنگ بزنین به کاکام بیاین دوباره خیر همینو داره. همین وصلت ان شاء الله صورت بگیره. خب پس یک کار دیگه کن. تو خودتو زنگ زن بیتره. زنگ زنید به نظرم تو بیتره. خب من میرم که به خاطر ازی که بچه پنتون معطل منم. اما تو باز بابتر رو زنگ میزنم که بیان 100%. حتمی زنگ زنی. اون رو دیگه که من پیش برا خودنگ زرد و روسیه نشو. نمیشیم چود نزنیم بابا. ان شاء الله اگه نمردیم زنده بودیم تا ما بودیم این وصلت صورت میگیره. خیر بینید تشکر باشید. آفرین. کسی که تحصیل کنه سواد داشته باشه سه کنیم چقدر درد داره. من میفهمم بچه گرد می. خیر بینیم بابا. همین مشوره میفهمیم باعث میشه که خیلی مشکلات حل شه. 100% پیامبر خدا همیشه میگه با مشوره کنیم تا اون مشکلی که داریم حل بشه. همیشه یک مشکل در مشوره حل میشه نه تنهایی. راست میگی. ولی کم بخید ترک یک زنگ بزن که بیای برو رگ می. خب خدا کنه دیگه. من هنوز به دیم نرفتم. من خونه همه من خب خونه هم میتونه. زودتر زنگ زن. خب خدا حافظ فعلا. خیر بینید. من منتظرم. خدا کنه زن این مشکل حل شه. تم هرچی نکنی دیگه. اولادتونه غمیار میخوری ولی من غمیار میخورم. ولی دوست دارم که بیگونه نشم کنار خانواده ما باشه. ببینیم هر چی خواست خدا باشه هرچی دلجی. میگم برارمه. همین بچه خود خواهر خود بشیش خواهر خود ریزی ساخته. ما مادر خودم ریزی ساخته. فهمیدیم؟ فقط یک خواهشی از تو دارم برار. خب همین دختره چون تحصیل کرده تحصیل بیاموخته دوست داره که به کسایی که بی سواد هم اونا هم درس بده اونا هم یک چیزی بیاموزن. اگر برارم یک کاری بکنی که همین دختر به همون دی معلم شه که اولاد وطن درس بده خیلی خوب. برا جو شما ما رو به گپ زدن نقدشتیم زنشو. اگه میگدشتیم همه این کار 100% هم میکردم هم میکنم. حالا ارباب دل تو هم میشناسی. ولی من میشناسم.
رئیس شورا رو هم میشناسیم، من میشناسم. من از خدا خمام این یک افتخاریه برای من که عروس ما به تعدی اولاد از دیر واسوات کنه. او چقدر من نواسو که دختر تو بیا اونجا بشینه قدیم و زن به دک بار کنه. خدا زن مری احتیاج از اون نکنه. نه دک خورم ببار کنه. منتو همین تحصیلی که کرده بعدا نر اولاد وطن درس بده. همین هم افتخاری به شما هست، به خود ما واسشته. خیلی من خوش دارم. برم چهار طرف درس بده معلمی کنه، خیلی خوبه. افتخاریه برای ما برو. باز من هدف نمیده که این پیونده از هم کنده نشه. انها باور به خدا بکن روزی که ما براتون بده همین تو دماغ مسخ که گفتم دیگه به تن زمینات تو تن نشم. بفهمیدی؟ راست میگی. حالی هم خیر ببین. نزنیم دیگه. دو براری برو هم دیگه نه. خب حالا اون ماما گلرسن عروسی اوده دکتره به تموده. دکتری میکنه. عروسی هم ما میبریم محله. خیلی هم منتها این به شما بگم که این بچه تحصیل کردی هوشیاری. من خداوند خیر بده برات. خود درست بفهم. اگر زنگ نمیزن. به چی شما بودم که اون خیلی باید من چیشا خب بیشتر باید. هر دفعه به دی میای همین بچه خوب باور کنی مثل پروانه بره به چردی بر از این میگرده. همون رفیقای عزت میشه، همون تو با عزت با احترام ولی میخوام به شهر میایم. آمال ما بیترین زندگی داریم برار بده. آمال تو برای 1 کیلو میوه لنگاتو بدم با هزار کندی ما درخت خود خو میکنیم میخوریم. خود کفا. اگر اینجا از خود خو میخوریم. اگر ماشیه، پیازیه، بامیه، با جریمیه همه زحمت کشی دست خود خور میخوریم. خود کفاییم الحمدلله. برو تو دست ما دراز به پیش از که ما میوه بستونیم و ماش لوبی نخوته. وقتی که خود کفایم ما این دختر ما اینجا خود کفا باشه. راجو من خواهش از شما میکنم، من از شما توقع نداشتم. ما دختر خب به دی نمیدیم. دی و شهر نداره. میگم آمال زندگی که به دیه حتی به شهر شما اصلا نیه. راست میگه.